7 سینی که روی سفره هستن ویژگی‌های خاصی دارن. 1 باید نام پارسی باشند، حتما باید پارسی باشه. 2 با سین شروع بشه. 3 خوردنی باش، همش. 4 ریشه ماده اون از خانواده گیاهان باشه، حتما باید گیاه باشه. 5 دو واژه‌ای نباشه، مثلا ما نمیتونیم بگیم سیب زمینی، تک واژه‌ای باید باشه. این اصول 7 سینه. این اصول 7 سینه. بنابراین سیر، سیب، سبزه یا سبزی، سرکه، سمنو،